سلام، من زهرا عیارزاده‌ام از مجموعه ریاضی پلاس. توی این جلسه قراره با همدیگه فصل 4 ریاضی نهم رو خیلی سریع داخل چند دقیقه جمع‌بندی کنیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش چون نکات خیلی مهمی قراره گفته بشه. اگر هم می‌خوای به فایل این جزوه و سوالاتش دسترسی داشته باشی، میتونی عضو کانال تلگرام من بشی که لینکش پایین همین ویدیو قرار دادم. پس بزن بریم که با همدیگه شروع کنیم. خب فصل 4 راجع به توان و ریشه اعداد هست. اولین درسش توان صحیح رو بهمون توضیح داده. یه یادآوری بکنیم از سالهای گذشته راجع به توان. مفهوم توان چیه؟ ما میگیم اگر عددی به صورت تکراری داخل خودش ضرب بشه، اونو به صورت تواندار مینویسیم. به تعداد دفعاتی که تکرار شده براش توان میذاریم. مثل اینجا حرف n بار تکرار شده، توان n رو براش میذاریم. حالا دو تا قانون مهم داشتیم برای ضرب اعداد تواندار و تقسیم اعداد تواندار. خب چطوری این ضرب رو انجام میدادیم؟ میگفتیم دو تا حالت داریم. اگر پایه ها مساوی باشن یکی رو میذاریم، توانها رو با هم جمع میکنیم. اینجا حرف آ پایه اعداد تواندار من، یکی از پایه ها رو گذاشتیم، توانها رو با هم جمع کردیم. حالا اگر برعکس باشه، توانها مساوی باشن، میگیم یکی از توانها رو مینویسیم و پایه ها رو دیگه در هم ضرب میکنیم. پس اینجا توانها مساوی، یکی رو گذاشتیم و پایه هامون که آ و بی هستن رو در هم ضربشون کردیم. حالا اگر همین قانون بخواد بیاد داخل تقسیم، چه اتفاقی میفته برای اعداد تواندار؟ میگیم بازم همون دوتا روال قبل رو داریم. اگر پایه ها مساوی باشن دوباره یکی رو مینویسیم، ولی این بار توانها رو از هم کم میکنیم، تفریقشون میکنیم. پس میگیم اینجا پایه ها مساوی، یکی رو نوشتیم، توانها از هم کم میشن، منهای n شده. یا اگر توانها مساوی باشن یکی از توانها رو می‌نویسیم و پایه ها رو به هم دیگه تقسیمشون می‌کنیم. اینجا توانها مثل همن، یکی از توانها رو گذاشتیم و پایه هامون حروف آ و بی رو به هم دیگه تقسیم کردیم. آ به خط کسری به روی بی و چون بی توی مخرج قرار میگیره باید حواسمون باشه که عدد بی هیچ وقت صفر نباشه، چون صفر نمیتونه داخل مخرج کسرها قرار بگیره. خب حالا این نکته داریم، گفتیم اگر توانها و پایه ها هیچ کدوم با هم برابر نبود اون وقت چی کار کنیم؟ میگیم عددهایی که داخل پایه وجود دارند رو اگر امکانش وجود داشت در صورت امکان تجزیهشون میکنیم. مثال بزنیم راجع به اعداد تواندار. گفته حاصل عبارتهای زو رو به صورت تواندار بنویسید. قسمت اول 4 به توان 7 در 4 به توان 3 پایه ها مساوی اند، توانها رو جمع میکنیم، 7 با 3 میشه 10. قسمت بعدی توانها مساوی، یعنی که از توانها رو میذاریم، پایه ها رو در هم ضرب میکنیم، 3 تا 12 تا 36 تا. قسمت بعد تقسیم رو داریم، پایه ها مساوی، یعنی یکیشون رو میذاریم، توی تقسیم توانها چی میشن؟ از هم کم میشن، 5 منهای 3 میشه 2. قسمت بعد توانها مساوی، یعنی که از توانها رو میذاریم، پایه ها به هم تقسیم میشن، 20 تقسیم بر 4 میشه 5. خب توی این قسمت پایه ها متفاوتن، توان هم همینطور، نه پایه مساوی دارم نه توان مساوی. حالا اینجا چیکار میکنم؟ توی این نکته یاد گرفتیم اگر برابر نبودن هیچ کدوم در صورت امکان میایم چیکار میکنیم؟ اون عددی که داخل پایه نوشته رو تجزیهش میکنیم. خب 2 رو که نمیتونم تجزیهش کنم، ولی 8 رو میتونم. میگم 8 از ضرب 2 4 تا ساخته میشه، 4 از ضرب 2 تا. پس ببینم 8 از حاصل ضرب 3 تا 2 به وجود میاد. پس دیگه به جای 8 میتونم 2 به توان 3 رو بذارم، یه توان 5 هم از قبلشه، توانم میذارم بالای سرش. خب حالا ضرب در 2 به توان 3. اگر عددی 2 بار توان بگیره توانش در هم چی میشن؟ ضرب میشن. 3 تا توان، 4 تا توان، هر چند تا توان بالای سرش باشه اون توانها در هم ضرب میشن. خب میگم 3 5 تا میشه 15 تا، ضرب در 2 به توان 3. پایه ها مساوی اند، توانها رو با هم جمع میکنیم، 3 با 15 میشه 18. پس دارم 2 به توان 18. و قسمت آخری باز ببینم پایه ها و توان ها مساوی نیستن، پس میرم سراغ تجزیه کردن پایه ها. خب میگم عدد 9 میتونه از ضرب 3 تا 3 تا درست بشه، یعنی به جای 9 میتونم چی بذارم؟ 3 به توان 2 بذارم. خب این 3 به توان 2 رو ما به جای 9 گذاشتیم، یه توان 3 هم از قبل داشتیم، توانش هم میذاریم. حالا تقسیم بر عدد دوم 27. 27 هم مثل 9 تجزیهش میکنیم، میگیم از ضرب 3 9 تا ساخته میشه، دوباره 9 از ضرب 3 3 تا.
خب چند تا 3 برام ایجاد شد؟ 3 تا دونه 3، پس 27 همون 3 به توان 3 هست. به جای 27 3 به توان 3 رو میذارم، از قبل توان 2 هم داشتم، توان 2 رو هم مینویسم. خب حالا توانها در هم ضرب میشن، داریم 3 به توان 6 تقسیم بر دوباره 3 دوتا هم باز 6 تا 3 به توان 6. ببینم هم پایه ها مساویان هم توان ها مساویان. خب توی همچین حالت یکی از اون راهکارها رو انجام میدم، یا پایه رو مساوی میذارم، توانها رو از هم کم میکنم که 6 منهای 6 میشه چقدر؟ میشه 0. حاصل 3 به توان 0 چقدر میشه؟ میشه 1. ما یاد گرفتیم هر عددی به جز خود 0 اگر به توان 0 برسه برابر 1 میشه جوابش. حالا بعد دانش آموزا میگن خب ما میخوایم توان رو مساوی بذاریم، بازم همون میشه جوابمون. توان رو مساوی بذاریم، پایه ها رو به هم دیگه تقسیم بکنیم، 3 تقسیم بر 3 میشه 1. حاصل 1 به توان 6 میشه چقدر؟ بازم میشه 1. پس هر دو تاشون درستن، من هر کدوم میتونم بنویسم، ولی نمیتونم هر دو رو با هم انجام بدم، هم توان ها رو کم کنم هم پایه ها رو تقسیم کنم، فقط یکیشون رو میتونم انجام بدم. خب 2 تا نکته مهم اینجا داریم، میگیم هر عددی غیر از خود 0 اگر به توان 0 برسه حاصل برابر 1 میشه. مثل همین چیزی که الان داخل مثال گفتیم، 5 به توان 0 9 به توان 0 هر دو برابر عدد 1 میشن. اما عبارت 0 به توان 0 تعریف نشده و بی‌معنیه، پس خود 0 نمیتونه توان 0 بگیره. هر چیزی به جز 0 میتونه توان 0 داشته باشه که حاصلش هم برابر 1 میشه. خب تا اینجا هر چیزی که گفتی مطالب سالهای گذشته بود راجع به توان. از اینجا به بعد می‌خوایم توان منفی رو یاد بگیریم. خب ببین اگر عددی به توان یک عدد منفی برسه، برای به دست آوردن جوابش باید ابتدا پایه رو معکوس کنیم تا توان مثبت بشه، بعد جواب به دست بیاریم. یعنی اگر من داشته باشم a به توان منفی n، برای اینکه توانم مثبت بشه منفیش از بین بره، میام این پایه که حرف a هست رو معکوس میکنم که میشه 1 به روی حرف a، اون وقتی که منفی n از بین میره و خود n رو مینویسم. بریم روی مثال بهتر متوجه شیم. گفته حاصل عبارت‌های زیر رو به صورت یک عدد تواندار مثبت بنویسید. خب من دارم 7 به توان منفی 2، میخوام توانش مثبت بشه، پس 7 رو معکوس میکنم میشه 1 هفتم و حتما میذارم توی پرانتز بگم توان هم برای صورت هم برای مخرج. وقتی معکوس میکنم دیگه توانم قرینه میشه، اون منفیش از بین میره. یا دارم 2/3 به توان منفی 4 معکوس میکنم، 2/3 رو میشه 3/2 به توان 4. یا قسمت بعدی من ضرب اعداد تواندار رو دارم، ببینم پایه ها مساویان، اول جوابم رو به دست میارم، بعد اگر دیدم توان منفی داشت اون وقت معکوس میکنم پایه رو. خب پایه ها مثل همن، یکی رو مینویسم، منفی 6 رو میذارم، توان ها یکیشون منفی 2 یکیشون 4. خب میخوام با هم جمعشون کنم، منفی 2 به اضافه 4 حاصلش چقدر میشه؟ هم علامت نیستم، مجبورم کمشون بکنم، جواب برابر 2 میشه. ببینم توان خودش عدد مثبت به دست اومد، پس دیگه نیازی نیست من بیام معکوس بکنم، بیام پایه‌مو رو تغییر بدم. قسمت بعدی x در y به توان منفی 1 رو دارم. خب این منفی 1 فقط برای حرف y به حساب میاد، چون توی پرانتز نداشته به این شکل. اگر توی پرانتز بود میگفتم منفی 1 هم برای x هم برای y. پس وقتی به این شکل می نویسه توان برای همون عددیه که بالا سرش قرار گرفته، یعنی فقط بر حرف y هست. پس x من که هیچ تغییر نمیکنه، توان منفی نداره، ولی حرف y باید توانش مثبت بشه، به خاطر همین y رو معکوس میکنیم. اگر y رو معکوس کنیم y میاد توی مخرج، خب صورتش چی میشه؟ صورتش میشه عدد 1. حالا چه من بنویسم 1x، چه بنویسم همون حرف x. خب توان y منفی 1 بود، مثبت 1 که بشه، حالا چه ما توان 1 رو بذاریم چه نذاریم فرقی نمیکنه برای اعدادمون. هر چیزی که توان نداشته باشه خودش توان 1 داره. و قسمت آخر این مثال داریم 1/2 به توان منفی 2 معکوسش میکنیم، میشه 2 به توان 2. بعد به اضافه منفی 4 به توان 0. خب هر چیزی به توان 0 برسه حاصل برابر 1 میشه، پس دارم به اضافه 1. 2 به توان 2 چقدر میشه؟ میشه 4 تا به اضافه این یکی که اینجا داشتیم، حاصل در آخر میشه 5. پس 2 به توان 2 4 به اضافه 1 شد 5. و این نکته خیلی مهم که دوباره برامون یادآوری کرده، گفته اگر عددی در صورت یا مخرج کسر باشه، با جابجا کردن اون بین صورت و مخرج علامت توانش قرینه میشه. یعنی اگر من این عددی از صورت بیارم توی مخرج بذارم، توانش علامتش برعکس میشه، یا برعکسش از مخرج بیارم به صورت علامت توانش تغییر میکنه.
مثل اینجا این سوال نگاه کنیم، مثلا من 4 به توان 2 رو داخل مخرج دارم، میخوام بیارمش توی صورت کنار این اعداد بذارم که مخرجم از بین بره. خب توانش مثبته، ولی وقتی میارمش بالا دیگه داخل صورت میذارم توانم منفی میشه علامتش. اگر منفی بود مثبت میشد. در هر صورت توان قرین نمیشه، علامتش برعکس میشه. حالا میخوام جواب این قسمت رو به دست بیارم. میگم 20 به توان 3 در 5 به توان منفی 2 و 4 به توان منفی 2 رو دارم. خب بین این دوتا اگر نگاه کنم میبینم توانهای مساوی دارم، پس این دوتا رو با هم در نظر میگیرم. اول میگم توانها مساوی اند، توان رو نوشتیم، پایه ها رو در هم ضرب میکنیم، 5 4 تا میشه 20 تا. عدد اولم که 20 به توان 3 بود، حالا پایه ها مساوی اند، یکی رو نوشتیم، توان ها رو با هم دیگه جمع میکنیم. خب 3 به اضافه منفی 2 که بشه، چون هم علامت نیستن از هم کم میشن و حاصل برابر 1 میشه. حالا چه من توان 1 رو بذارم چه نذارم اهمیتی نداره. خب بریم سراغ این تمرین. گفته حاصل عبارت‌های زیر رو به صورت یک عدد تواندار بنویسید. خب 3 تا عدد دارم اینجا، باید دنبال توان مساوی یا پایه مساوی بینشون بگردم. ببینم دوتای اولی چیاشون با هم مساویه؟ توانهاشون. پس میگم یکی از توانها رو مینویسم و پایه ها رو به هم دیگه تقسیم میکنم. خب 12 به 16 که تقسیم نمیشه، فقط میتونم 12 16 رو ساده ترش بکنم. میگم هر دو به 4 بخش پذیرن. 12 تقسیم بر 4 3 میمونه، 16 تقسیم بر 4 بشه 4 میمونه جوابش. پس میشه حاصل تقسیمشون میشه 3 چهارم. خب می نویسم 3 چهارم به توان منفی 7. حتما هم توی پرانتز میذارم که بگم توان برای هم 3 هست هم برای 4. خب ادامه سوالم چی بود؟ ضرب در 4 سوم به توان 2. خب اینجا میخوام ساده تر کنم جوابم رو، ولی میبینم باز توانم مساوی نیستن، پایه ها هم مساوی نیستن با هم. چیکار میتونم بکنم؟ میبینم توانم هم که منفی اینجا. اگر این 3 چهارم رو معکوس کنم میشه مثل همین 4 سومی که اینجا دارم. پس میرم کسر اولم رو معکوس میکنم، میشه 4 سوم، توانش هم مثبت میشه. حالا کسر دومی هم که داشتم باز پایش همون 4 سوم بود. ببینم حالا پایه های مساوی دارم، یکی از پایه ها رو می نویسم و توان ها رو با هم جمع می کنم. 7 به اضافه 2 میشه 9. خب قسمت بعدی اگر نگاه کنی 15 هفتم توانش منفی 6، 3 چهارم توانش عدد 6 هست. خب پایه ها که متفاوتن واضحه، ولی توان هامون مثل هم، ولی علامت هاشون فرق میکنه. من اگر این 15 هفتم رو بیام معکوسش بکنم، توان اولی یعنی قسمت اولم هم مثبت میشه مثل دومی. پس می نویسم 7 15 هم معکوسش کردم، توانمون میشه عدد 6 ضرب در 3 چهارم دوباره به توان عدد 6. خب توانا مساوی ان، یکی رو میذارم. حالا پایه ها رو میخوام در هم ضربشون کنم. خب میتونم ساده تر کنم صورت و مخرج رو با هم. میگم 3 و 15 به هم بخش پذیرن، از 3 1 میمونه، از 15 5 میمونه. خب 7 و 4 دیگه ساده نمیشن، پس میگم 7 ضرب در 1 میشه 7، 5 ضرب در 4 میشه 20. پس دارم 7 بیستم به توان عدد 6. یا قسمت بعدی 7 به توان 2 رو دارم با مخرج پایه های مساوی دارم، 7 به توان 2 7 به توان 5. میگم یکی از اعدادم رو، یکی از پایه هام رو می نویسم و توان ها رو از هم کم میکنم. خب چون داخل تقسیم هستیم داره توان ها از هم کم میشه. 2 منهای 5 میشه منفی 3. حواستون به علامت باشه، ما میگیم 2 میخواد منهای 5 بشه، نه از 5 2 تا بردارم. توان اولی منهای دومی میشه. حالا 5 چون منفی داره عدد بزرگتر هم هست، به خاطر همین جواب من منفی 3 به دست میاد. یا دوتای بعدی 3 به توان منفی 5 و 3 به توان 5 رو دارم. خب ببینم باز پایه ها مساوی ان، توان ها رو از هم کم میکنم. میگم دارم ضرب در دوباره 3 منفی 5 میخواد منهای 5 بشه دیگه، منفی 5 بالا منهای 5 پایینیه. خب دو تا 5 اون هم علامتن، با هم جمع میشه منفی 10. خب اگر بخوام میتونم حالا توان ها من مثبت کنم. برای اینکه توان ها مثبت بشه چه اتفاقی میفته؟ هر دوتای این اعداد بعد برن توی مخرج قرار بگیرن. یعنی 7 به توان 3 در 3 به توان 10 میاد توی مخرج، صورت کسر اونم که میشه 1. هیچ کدوم مثل هم نیستن، نه توان مساوی دارن بینشون، نه پایه مساوی. پس به همین شکل جواب من باقی میمونه. خب بریم سراغ قسمت بعد. داریم 1 دوم به توان منفی 8 در 16 به توان منفی 4. خب کسر اولم پایش 1 دوم، دومی 16. میبینم با هم دیگه فرق میکنه، توانا هم باز با هم متفاوتن، ولی من میتونم 16 رو بیام تجزیهش کنم ببینم از چه عددی ساخته میشه.
خب میگم 16 از ضرب 4 4 تا، دوباره 4 هم از ضرب 2 2 تا ساخته میشه. خب چند تا 2 برای من ایجاد شد؟ 4 تا 2. پس به جای 16 چی میتونم بذارم؟ اول 1 دوم رو معکوس میکنم، میشه عدد 2، توانش مثبت میشه 8. خب ضرب در، حالا 16 همون 2 به توان 4 هست که اینجا به دست آوردیم، یه توان منفی 4 هم داشت، توانش هم میذارم دوباره. خب عدد اولم 2 به توان 8، توانها در هم ضرب میشن، اینجا ضرب در 4 4 تا میشه 16 تا، مثبت در منفی هم که میشه منفی 2 به توان منفی 16 رو دارم، پایه ها با هم مساویان، یکی رو میذارم و توان ها رو با هم جمع میکنم. 8 با منفی 16 هم علامت نیستن، کمشون میکنیم میشه منفی 8. اگر هم خواستیم برای اینکه توان مثبت بشه پایه رو معکوس میکنیم، میشه 1 دوم به توان 8. و قسمت آخر این مثال ما اعداد اعشاری داریم. اعداد اعشاری میتونم اول تبدیلش کنم به یک کسر، میگم این 6 دهم میشه 6 به روی 10 به توان منفی 4 هم هست. خب میتونم پایم رو معکوسش کنم تا توان مثبت بشه، یعنی میشه 10 ششم به توان 4. خب عدد بعدیم چیه؟ 15 به توان 4 هست. توان‌ها مساویان، یکی از توان‌ها رو میذارم و پایه ها رو در همدیگه ضربشون میکنم. خب میگم به 15 مخرج 1 میدم، 15 و 6 هر دو به 3 بخش پذیرن، از 15 5 میمونه، از 6 2 میمونه وقتی تقسیم بر 3 بشن. خب دوباره میتونم 2 رو با 10 ساده کنم، میگم 2 تقسیم بر 2 1 میمونه، 10 تقسیم بر 2 5 میمونه. خب مخرجم کامل ساده شد، از بین رفت شد 1. فقط صورت ها رو در هم ضرب میکنم، 5 5 تا میشه 25 تا، پس دارم 25 به توان 4. خب بریم سراغ مقایسه کردن اعداد تواندار. برای اینکه تشخیص بدم کدوم عدد تواندار بزرگتر میشه کدوم کمتر میشه، چند تا قانون دارم. میگم اگر توی اعداد تواندار عددی که برای پایه نوشته بزرگتر از 1 باشه، هر چقدر توان بیشتر بشه حاصل اون عدد هم بزرگتر میشه. در صورتی که عدد بزرگتر از 1، هر چقدر توان بره بالاتر عدد من بزرگتر میشه. اما برعکسش رو هم دارم، میگم اگر پایه عدد تواندار بین 0 و 1 باشه، هر چقدر توان بزرگتر بشه حاصل کوچکتر میشه. پس وقتی عدد من بین 0 تا 1 قرار میگیره، هر چقدر من توانش رو بزرگتر بکنم عدد من هی کوچیک و کوچیکتر میشه. حالا اگر توانها با هم دیگه برابر باشن، ما میگیم عددی رو بزرگتر در نظر میگیریم که پایه بزرگتری داشته باشه، در صورتی که توانها مساوی باشن. و در کل برای مقایسه اعداد تواندار بهتره اگر توان منفی داریم با معکوس کردن پایه بیایم اول توان رو مثبت کنیم، بعد شروع کنیم به مقایسه کردن. بریم سراغ مثال که نکات رو داخل این مثال با هم دیگه ببینیم. گفته اعداد زیر رو با هم مقایسه کنید. خب من توانهای مساوی دارم، بیام به پایه هم نگاه میکنم، میگم 14 و 17 پایه های من. ما گفتیم اگر توانها مساوی باشن اون عددی بزرگتر هست که پایه بیشتری داشته باشه. پس میگم این 17 از 14 بیشتر میشه. قسمت بعدی پایه ها با هم مساویان، هر دو 3 دهم بودن. خب حالا چون پایه من عدد 3 دهم بین 0 و 1 قرار گرفته، ما میگیم اعدادی که بین 0 و 1 هر چقدر توانشون بزرگتر میشه حاصل هی کمتر و کوچیکتر میشه. پس اونی بزرگتر به حساب میاد که توانش کمتر باشه. پس میگم بین 7 و 10 اونی که توان 7 داره بزرگتر حساب میشه. یا این دو تا عدد منفی 6 به توان 12 رو من اینجا دارم. عددی که داخل پایه نوشته منفیه، ولی چون توان من 12 هست و عدد زوجه، اعدادی که توی توان قرار میگیرن و زوج هستن میتونن منفی رو تبدیل به مثبت کنن. پس اگر یه عدد منفی به توان زوج برسه، عدد زوج برسه، منفیش از بین میره و میشه مثبت. پس دارم 6 به توان 12 اینجا. خب حالا میخوام با 2 به توان 5 مقایسه کنم. میبینم اینجا 2 به توان 5 هم پایش کمتره هم توانش کمتره. پس 100% 2 به توان 5 کمتر میشه و 6 به توان 12 بزرگتره. یا بین این دو تا عدد 5 به توان 0 که برابر 1 میشه. حالا 5 دهم به توان 4 رسیده. خب میگم اینجا 5 دهمه که خودش از 1 کمتره، بین 0 و 1 قرار میگیره. خب ما هم گفتیم اعدادی که بین 0 و 1 هر چقدر توانشون بزرگتر بشه هی کمتر و کوچکتر میشن از حالت اولشون، یعنی حتی از این 5 دهم هم کمتر میشن. پس میگم این عدد 1 از 5 دهم به توان 4 بیشتره.
خب 5 به توان -1 رو دارم، برای که توانم مثبت بشه پایه رو معکوس میکنم. توانم 1 هست دیگه نیاز نیست بذارمش. 5 به توان -2 رو دارم، میشه 1/5 به توان 2. خب 1/5 یه عددی بین 0 و 1. هر چقدر توانش بزرگتر بشه هی کمتر و بی‌ارزش‌تر میشه. پس این 1/5 که توان 1 داره از اونی که توان 2 داره بیشتر و بزرگتره. و قسمت آخر هر دو تا عددمون توان -3 رو دارن. خب توانا با هم مساویان. حالا بریم سراغ پایه ها. میگیم 4/10 و 5/10 رو داریم. خب اعدادمون که بین 0 و 1 هن. حالا چون توانامون منفیه من میام اول اینا رو معکوس میکنم که توانا مثبت بشه، بعد مقایسه میکنم. خب 4/10 بخواد معکوس بشه میشه 10/4. توانمون مثبت میشه. دوباره 5/10 هم همینطور معکوسش کنم میشه 10/5 و توان میشه -3. خب حالا که پای توانا با هم مساویان میام پایه ها رو مقایسه میکنم، میگم اون عددی بزرگتره که پایش بزرگتر باشه. صورت کسر هم هر دو 10 هست. کسری بزرگتره که مخرجش کمتر باشه. پس میگم 10/4 از 10/5 بیشتر میشه. یعنی در واقع این 4/10 به توان -3 عدد بزرگتری بوده. خب تو مثال بعد میخوایم این اعداد رو از کوچیک به بزرگ مرتبشون بکنیم. میگم اول حاصل هر کدوم رو حساب میکنم. میگم -2 به توان 5. توانم عدد فرده، پس منفی از بین نمیره. 2 به توان 5 هم که حاصلش میشه 32. حالا چه به دست بیارم چه نیارم میدونم که اینجا یه عدد منفی دارم. 6 به توان 0 هم که حاصل میشه 1/4 به توان -2. توانش رو مثبت میکنیم میشه 4 به توان 2. -1 توان 19 داره. چون توانمون فرده منفیمون از بین نمیره، سر جاش میمونه. 1 به توان 19 هم که همون 1 میشه. 3 به توان -2 هم برای که مثبت بشه توانش میشه 1/3 به توان 2 که برابر همون 1/9 هست. حالا برای مرتب کردن من از منفی ها کوچیکترینه دیگه، منفی از همه کمتره، شروع میکنم به نوشتن تا برم به سمت مثبت. خب کدوم عدد منفی از همه کمتره؟ -32 یا -1؟ خب بازه -32 کوچیکتره، پس میگم این -2 به توان 5 از همه کمتر میشه. بعدش میشه -1 به توان 19 و بعد دیگه میرم سراغ مثبت ها. خب برای مثبت ها 1/4 به توان 2 و 1/9 رو دارم. خب 1/9 از 1 هم کمتر، یک واحد کامل هم نیست. پس میگم این 3 به توان -2 که جوابش 1/9 شد کوچیکتر میشه. بعدش 6 به توان 0 رو دارم و از همه بزرگتر چی میشه؟ 4 به توان 2 که حاصلش 16 به دست میاد. خب دومین درس این فصل نماد علمی هست. ما چطوری اعداد رو به نماد علمی تبدیلشون میکنیم؟ میگیم به اولین رقم غیر از 0 از سمت چپ که رسیدیم یه ممیز قرار میدیم. خب حالا ما دو حالت داریم برای اعداد. نماد علمی اعداد بزرگ. چه اعدادی بزرگ حساب میکنیم؟ عددهایی که 10 به بالا باشن، به اونم میگیم اعداد بزرگ. برای این اعداد ما میگیم رقم هایی که بعد از ممیز قرار گرفته رو میشماریم و هر تعداد که بود اون رو به عنوان توان عدد 10 میذاریمش. پس میگیم تعداد رقم های بعد از ممیز رو میشماریم توی اعداد بزرگ و در این حالت هم توان عدد 10 یه عدد مثبت میشه. حالا همینو ما برای اعداد کوچیک هم داریم. ما میگیم توی اعداد خیلی کوچیک که چه اعدادی هن؟ اعداد کمتر از 1. ما میگیم تعداد عددهایی که قبل از ممیز قرار گرفتن رو میشماریم و بعد اون تعداد رو به عنوان توان 10 قرارش میدیم، ولی این بار توان 10 دیگه منفی میشه. بریم توی مثالا. گفته اعداد 0 رو به نماد علمی تبدیلشون کنه. خب من اینجا به اولین رقم غیر از 0 که میرسم ممیز میذارم. خب بعد از 3 ممیزم رو قرار میدم. عددم میشه 3/4. 1 صفرای بعد از ممیزم بی ارزشن نمیذارم. خب چند رقم رفت بعد از ممیز؟ عدد بزرگ دارم دیگه، میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8. خب 8 تا رقمه، پس میشه ضرب در 10 به توان 8. توانم مثبته چون توی اعداد بزرگیم. یه عدد بعدیم 14752 ممیز 94. خب این 14000 از 10 بیشتره دیگه، پس توی اعداد بزرگیم، کاری به اعشاری بودنش نداریم. قسمت صحیح عدد یه عدد بزرگه. خب بعد از 1 ممیزم رو قرار میدم، میشه 1/4 7 5 2 9 4. به این ممیز دیگه کاری ندارم، ممیز جدیدم رو میذارم. حالا چند تا رقم جدید رفتن پشت ممیز قرار گرفتن؟
1 2 3 4 پس میشه ضرب در 10 به توان 4. چرا 9 و 4 رو نشمردم؟ چون 9 و 4 خودشون از قبل بعد از ممیز بودن. من اعدادی که جدید رفتن بعد ممیز رو میام میشمارم. یا این دوتا رقم بعدی اعداد کوچیک‌تر از 1 هن. خب میام بعد از 3 ممیزم رو قرار میدم، میشه 3 ممیز 7 ضرب در 10. حالا تعداد اعدادی که رفتن قبل ممیز رو میام میشمارم. خب چند تا رقمه؟ 1 2 3 4 5 6. خب توانم دیگه میشه منفی، دارم 10 به توان منفی 6. یا رقم بعدی بعد از 7 ممیزم رو میذارم، میشه 7. خب بعد از ممیز دیگه خالیه، هیچی نیست، پس دیگه من همینجور خالی میذارم، دیگه ممیزش هم نمیذارم، میشه ضرب در 10 به توان. خب تعداد رقم ها رو میشمارم، 1 2 3 4. 4 تا رقم رفته قبل ممیز، پس توان میشه منفی 4. حالا همین کار رو می‌خوایم برعکسش رو انجام بدیم. اینجا بهمون گفته اعداد زیر رو از حالت نماد علمی خارجشون کنید، یا توی بعضی سوالا میگن نمایش معمولی اعداد رو بنویسید. خب من اینجا عددم نماد علمی شده است. خب 10 توان 2 گرفته، یعنی ممیز من باید 2 رقم حرکت کنه. در چه جهتی؟ چون توان من مثبت هست، ممیز رو به جلو حرکت میکنه. چند رقم؟ 2 رقم. خب یعنی ممیز من از اینجا میاد بعد از 7، دوباره میاد بعد از 8. این 2 رقمی که حرکت کرد، پس میشه 3 7 8. ممیز بعد 8 دیگه نیازی هست بذارمش؟ نه، چون بعدش خالیه، پس عددم میشه 378. یا قسمت بعدی توان 10 5 مثبت هم هست، یعنی ممیز من باید 5 رقم به سمت جلو حرکت کنه. خب میگم اینجا 1 2 3 تا رقمو داره، 2 تای دیگه لازم دارم. خب برای اینکه 2 تای دیگه حرکت کنه به جای اون 2 تا چی میذارم؟ 0 میذارم. پس میگم 2 5 0 3. 2 رقم دیگه ممیز من باید حرکت کنه، اون 2 رقم رو 0 میذارم. خب حالا این اعداد توانشون منفیه، اینجا توان 10 منفیه. باید 2 رقم ممیز من به چه سمتی حرکت کنه وقتی توان منفیه؟ به سمت عقب حرکت بکنه. خب میگم اینجا یه رقمش عدد 1 هست. خب یه دونه دیگه لازم دارم، چون 2 تا رقم بعد حرکت میگم، میگم اون یکی دیگه رو 0 میذارم. پس ممیز من دیگه از اینجا بلند میشه، میاد 2 رقم حرکت میکنه و جاش تغییر میکنه، میشه 0 1 0 2. قبلش اینجا بود، حالا 2 رقم حرکت کرد اومد عقب‌تر. یا قسمت بعدی توانمون منفی 4، ممیز باید 4 رقم به سمت عقب حرکت بکنه. خب میگم یه رقمش میشه عدد 7، 3 تا دیگه لازم داره، پس من 3 تا دیگه رو چی میذارم؟ 0 میذارم که ممیزم بیاد این قسمت قرار بگیره. پس میشه 0 ممیز 3 تا دونه 0 و عدد 7 و ادامه عددم رو باز می نویسم 5 2 3. خب اما سومین درس راجع به ریشه گیری هست، همون رادیکال هایی که ما توی سال گذشته هم یاد گرفتیم. خب ریشه دوم یعنی چی؟ یعنی همون جذر گرفتن و رادیکالی که سال 7 و 8 خوندیم. ما میگیم برای حل کردن یه رادیکال جذر گرفتن، میگیم اون چه عددی بوده که به توان 2 رسیده تا عدد زیر رادیکال رو ساخته. حالا اعدادی که ریشه دوم دارن چیا هستن؟ ما میگیم اعداد مثبت فقط 2 تا ریشه دوم دارن که قرینه همدیگه هم میشن، یکیشون مثبته یکیشون منفیه. پس داریم تاکید میکنیم که فقط اعداد مثبت ریشه دوم دارن، یعنی اعداد منفی ریشه دوم ندارن. پس فقط اعداد مثبت ریشه دوم دارن. حالا توی این مثال با هم نگاه کنیم. بهمون گفته ریشه دوم این اعداد رو به دست بیارید. خب رادیکال 16 جوابش میشه 4، ولی خب ریشه دوم میخوام به دست بیارم دیگه. 2 تا گفتیم یکیشون مثبته یکیشون منفیه، پس مثبت 4 منفی 4. یا رادیکال منفی 81 اینجا برای من نوشته. خب ما الان چی یاد گرفتیم؟ گفتیم که اعداد منفی ریشه دوم ندارن، پس این اعداد منفی نمیتونه بره زیر رادیکال قرار بگیره، فقط اعداد مثبت میرن زیر رادیکال. رادیکال 0 هم برابر همون 0، مثبت و منفی هم برای 0 ما نداریم. رادیکال 1 میشه 1 و منفی 1 جوابش. رادیکال 49 25 رو دارم، جذر هر دو عدد رو میگیرم، جذر 49 7، جذر 25 5. یه بار مثبت و یک بار منفیش رو میذارم. خب اما چیز جدیدی که امسال یاد میگیریم ریشه سوم اعداد هست. ریشه سوم چیه؟ باید بدونیم چه عددی بوده به توان 3 رسیده تا عدد زیر رادیکال ساخته. یعنی برای ریشه دوم توان 2 رسیده بود، در ریشه سوم به توان 3 رسیده تا عدد زیر رادیکال ساخته. حالا این ریشه سوم اعداد رو ما چطوری نمایش میدیم؟ میذاریمشون زیر یه رادیکال، ولی فرجهشون رو 3 میذاریم. فرجه چی هست؟ فرجه
این عددی هست که این گوشه بالای رادیکال ها ما می نویسیم. اون رادیکال های قبلی که این بالا الان خوندیم هیچ کدوم فرجه نداشتن. رادیکال هایی که فرجه ندارن همون فرجه 2 رو دارن، یعنی همون ریشه دوم رو ما توشون حساب میکنیم. ولی اگر فرجه بخواد 3 باشه حتما باید نوشته بشه. خب حالا ریشه سوم برای هر عددی چند تا هست؟ یه دونه فقط. ما میگیم هر عدد حقیقی فقط یک ریشه سوم دارد و همه اعداد هم ریشه سوم رو دارن. مثل اعداد مثبت نیست که فقط اینجا میگفتیم ریشه دوم فقط برای اعداد مثبته. ما میگیم همه اعداد ریشه سوم رو دارن، تعداد ریشه سوم فقط یه دونه هست. خب اینجا مثال برامون آورده، گفته ریشه سوم این اعداد رو به دست بیارید. خب 27 توی رادیکال با فرجه 3 هست، یعنی قرار ریشه سومش حساب بشه. میگم چه عددی به توان 3 رسیده 27 رو ساخته؟ عدد 3 بوده. دوباره اینجا منفی 27 رو دارم. خب ما گفتیم اعداد مثبت و منفی برای ریشه سوم فرقی نمیکنه، هم میتونم عدد مثبت ببرم زیر رادیکال فرجه 3، هم عدد منفی. خب ریشه سوم 27 که 3 بود، حالا چون منفی داره عدد من، جوابم هم منفی میگیره. پس اگر زیر رادیکال مثبت بود جواب مثبت، اگر منفی بود جوابم منفی به دست میاد. خب منفی 125 دارم. اول که جوابم منفیه، حالا چه عددی به توان 3 برسه 125 رو بسازه؟ عدد 5. 5 اگر به توان 3 برسه 125 رو میسازه، یعنی 5 3 بار تو خودش ضرب بشه میشه 125. یه عدد بعدیمون 8 هست. ریشه سوم 8 میشه 2. 2 به توان 3 هست که 8 رو میسازه و چون مثبته جوابم مثبت میاد بیرون. خب یه عدد 1000 رو دارم. 1000 از 10 به توان 3 ساخته میشه. پس میگم جواب رادیکال 1000 با فرجه 3 میشه عدد 10 و 216 رو دارم، علامتش هم منفیه، منفیشو میذارم برای جوابم. میگم عدد 6 بوده به توان 3 رسیده تا 216 رو ساخته، پس جواب میشه منفی 6. و دو تا نکته خیلی مهم که گفته رادیکالی که فرجه نداره فرجه اون همون عدد 2 هست. توان اعداد زیر رادیکال هم توی نکته دوم بهمون گفته میتونیم با فرجه رادیکال ساده کنیم. یعنی چی؟ توی مثالا نگاه کنیم. ما اینجا رادیکال 2 به توان 4 رو داریم. خب رادیکال بدون فرجه گفتیم فرجهش 2 هست. ما میگیم توان رو میتونیم با فرجه ساده کنیم. خب میگم 4 میتونه به 2 تقسیم بشه. از 4 تقسیم بر 2 چی باقی میمونه؟ 2 باقی میمونه. پس حاصل رادیکال هم میشه 2 به توان 2. وقتی که ساده کردم هر چیزی که از ساده کردنم باقی موند همون از زیر رادیکال میاد بیرون. جواب 2 به توان 2 چنده؟ میشه 4. یا اینجا منفی 9 به توان 3 رو دارم. 3 با 3 ساده میشه و کاملا وضعش 1 میمونه. خب منفی 9 به توان 1 همون منفی 9 میشه. یا اینجا 4 به توان 6 با فرجه 3 رو دارم. میگم 6 تقسیم بر 3 بشه ازش 2 باقی میمونه. پس جواب زیر رادیکالم میشه 4 به توان 2 که 4 به توان 2 هم میتونم حساب کنم میشه 16 تا. یا قسمت بعدی منفی 64 رو دارم. اینجا عددم تواندار نیست ولی ریشه سوم منفی 64 رو میتونم حساب کنم. میگم 64 از 4 به توان 3 به وجود اومده. یه منفی هم داره، منفیش هم میذارم. پس میگم ریشه سوم 64 میشه 4 و چون منفی داره میشه اینجا منفی 4. خب بعد ضرب در x به توان 3 در y به توان 9 بوده. خب هر کدوم جداگونه باز جذرشون حساب میکنم. میگم توان 3 میتونه با فرجه ساده بشه و چی باقی میمونه؟ حرف x میمونه. دوباره y به توان 9 رو دارم. توان 9 با 3 ساده میشه. 9 تقسیم بر 3 میمونه ازش. پس y به توان 3 رو دارم اینجا از زیر رادیکال میاد بیرون. و اما قسمت آخر من دارم 16 به توان 3. توان فرجه رادیکال هم چنده؟ وقتی فرجه نداره 2 هست. خب میگم 3 رو نمیتونم با 2 ساده کنم. پس میگم شروع میکنم به تجزیه کردن خود پایه عددم. میگم 16 از ضرب چی ساخته میشه؟ از ضرب 4 تا. دوباره 4 از ضرب 2 تا ساخته میشه. خب میگم 16 خودش از 2 به توان 4 به وجود میاد. میام بازترش میکنم. میگم 16 2 به توان 4 بوده. یه توان 3 هم داشتیم. توانا در هم ضرب میشن. 4 3 تا میشه 12 تا. یعنی در واقع من دارم 2 به توان 12 زیر رادیکالی که فرجه 2 داره. حالا 12 با 2 ساده بشه چی میمونه ازش؟ 6 میمونه. پس جواب در آخر میشه 2 به توان 6. پس گاهی اوقات توان
ساده تر نمیشه با فرجه. من اگر بتونم در صورت امکان میام پایم رو ساده تر میکنم، تجزیهش میکنم، به شکل تواندار درش میارم که اگر بتونم در نهایت مثل اینجا بیام فرجه و توان رو با هم دیگه ساده کنم. خب توی مثال بعدی گفته حاصل عبارت‌های زیر رو به کمک این رابطه به دست بیارید. میگیم اگر چیزی زیر رادیکالمون توان 2 گرفت، میارمش بیرون همون عبارت رو و میذارمش داخل قدر مطلق. خب اینجا من پرانتز دارم، با توان 2 ما میگیم این توانه میتونه با فرجه رادیکال ساده بشه، چون فرجه نداره 2 هست فرجش، و این عبارت از زیر رادیکال هم میاد بیرون، میره داخل قدر مطلق قرار میگیره. خب توی قدر مطلق باید جواب مثبت بیاد بیرون دیگه. خب مقایسه میکنم، میگم جمع و تفریق اعداد رو دارم. اگر عدد بزرگه من مثبت بود جواب مثبت میشه، اگر عدد بزرگه من منفی بود جواب منفی میشه. حالا بین 1 و رادیکال 5 کدوم عدد بزرگتری؟ میگم 1 که همون رادیکال 1 هست، اینم که رادیکال 5. خب رادیکال 5 بزرگتره دیگه، علامتش چیه؟ منفیه. پس درون قدر مطلق من جواب منفیه. برای اینکه مثبت بشه باید قرینش کنم، پس میشه منفی 1 مثبت رادیکال 5. هر دو تا عدد قرینه میشن. حالا چه به این شکل بنویسم چه بنویسم رادیکال 5 منهای 1، هر دو درستن. یا دوباره قسمت دوم 2 منهای 7/3 رو دارم با توان 2. توانم از بین میره با فرجه رادیکال، میذارم توی قدر مطلق عبارتم رو. خب اعداد کسری هم میتونم منهاشون بکنم، به 2 میتونم مخرج 1 بدم، مخرج مشترک بگیرم. اینجا مخرج مشترک من میشه عدد 3. خب کسر اول داره توی 3 ضرب میشه، 2 تا میشه 6 تا 6 منهای 7 رو دارم. 6 منهای 7 برابر میشه با منفی 1/3. و توی قدر مطلق اگر جواب منفی به دست آوردم، وقتی میخوام بیارم بیرون جوابم رو مثبت میکنم که میشه مثبت 1/3. خب بریم سراغ یه قانون خیلی مهم که برای ضرب و تقسیم کردن رادیکال هاست. ما زمانی میتونیم رادیکال ها رو در هم ضرب کنیم یا به هم تقسیمشون کنیم که فرجه رادیکال ها یکسان باشه. در غیر این صورت نمیتونیم اونها رو ضرب و تقسیمشون بکنیم. حالا برای ضرب کردن رادیکال ها ما چند تا قانون داریم. میگیم اگر رادیکال ها جدا از هم باشن میتونیم در هم ضربشون کنیم، رادیکالشون رو یکی کنیم. اگر یه دونه رادیکال داشته باشن میتونم به شکل حاصل ضرب 2 تا عدد جداگونه درشون بیارم و برای هر کدوم جدا جدا رادیکال بذارم. توی تقسیم هم همینطور. اگر ما دو تا عدد رادیکالی و جداگونه داشته باشیم میتونیم هر دوشون رو به هم تقسیم کنیم و حاصل رو زیر یه رادیکال بذاریم. یا اگر یه رادیکال داشته باشیم میتونیم به صورت حاصل تقسیم 2 تا عدد جداگونه بنویسیمشون. حالا اینا هیچ کدوم فرجه نداشتن، یعنی فرجهشون 2 بود. حالا اگر فرجه همین رادیکالا 3 هم باشه باز این قوانین برقراره که اینجا هم گفتیم قوانین بالا برای رادیکال با فرجه 2 و هم 3 برقرار میشه. خب بریم سراغ مثالشون. گفته حاصل عبارت‌های زیر رو به دست بیارید. خب من اعدادم رو گفتم میتونم در هم ضرب کنم. 2 8 میشه 16 تا، زیر یه رادیکال میذارم ببینم رادیکال 16 جواب داره، جواب میشه 4. پس جدا جدا جواب نداشتم ولی وقتی در هم ضربشون کردم تونستم جواب پیدا کنم. یا قسمت بعدی اینجا فرجه 3 رو دارم. خب میگم توی صورت رادیکال ها رو ضرب میکنم، 4 تا 10 تا میشه 40 تا. دارم رادیکال 40 با فرجه 3 منفی در مثبت میشه منفی. توی مخرج عدد 5 رو دارم با فرجه 3. خب 40 تقسیم بر 5 بشه میشه 8. رادیکال 8 با فرجه 3 علامتم منفی در مثبت هم که میشه منفی. خب ریشه 3 و 8 ما یاد گرفتیم، گفتیم 8 از چی به وجود میاد؟ از 2 به توان 3. پس ریشه سومش میشه 2، علامتش هم که منفیه. یا همینجا هم میتونستم ساده کنم، به جای ضرب کردم میگم 10 با 5 ساده میشه، از 10 2 میمونه، بعد 2 4 تا میشه 8 تا. و هر دو صورت درست حلش. توی قسمت بعد تقسیم رو داریم. ما اینجا عددهایی که کنار رادیکال هستن یعنی ضریب ها رو به هم تقسیم میکنیم و رادیکال ها رو به هم. پس میگم 8 تقسیم بر 4 میشه 2، 50 تقسیم بر 2 میشه 25. حاصل رادیکال 25 میشه 5. یه ضریب 2 داشتیم که داخل این 5 ضرب میشه 2 5 تا میشه 10 تا. قسمت بعدی خط کسریه، یعنی برای تقسیم بکنیم اعدادمون رو ضریب ها رو به هم تقسیم میکنم. 9 تقسیم بر 3 میشه 3. 54 تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 27. میذارم زیر همون رادیکال فرجه هم که 3 بوده. خب ریشه سوم 27 چند میشه؟ میشه 3. علامتمون هم که منفیه. یه ضریب 3 هم داشتیم که توی این منفی 3 باید ضربش کنیم. 3 تا میشه 9 تا، علامتمون هم مثبت در منفی میشه منفی. خب
خب توی قسمت‌های بعدی که خیلی مهم هم هستن، ما یه عدد رادیکال 72 داریم. جذر نداره ولی میتونم به شکل حاصل ضرب دو تا عدد درشون بیارم که حداقل یکی از اعدادشون جذر داشته باشه. میگم 72 از ضرب چیا درست میشه؟ 2 تا 36 تا. من برای 72 ضرب‌های دیگه‌ای هم دارم، مثلا 8 9 تا هم دارم. میگم 9 هم جذر داره، ولی اگر بخوام این ضرب رو بنویسم دوباره این رادیکال 8 که نوشتم برای 8 باز میتونم ضرب بنویسم که بشه رادیکال 2 در رادیکال 4. پس نمیام مراحلم انقدر طولانی کنم، از ضرب 236 تا استفاده میکنم که فقط یک مرحله رادیکال ها باز کنم. خب میگم رادیکال 2 که جذری نداره ولی رادیکال 36 جذرش میشه عدد 6. رادیکال 2 هم همونطوری زیر رادیکال باقی میمونه عدد 2. یا قسمت بعدی رادیکال 54 با فرضیه 3 رو دارم. میگم 54 از حاصل چی به وجود میاد؟ از 27 ضرب در 2 درست میشه. فرضیه رادیکال هامون هم همون 3 باید بذاریم و چون جوابم منفیه یکی از اینها رو منفی میذارم که مثبت در منفی 54 رو بسازه. خب ریشه سوم منفی 27 چه عددی بود؟ عدد منفی 3 میشه، ولی ریشه سوم 2 رو من نمیتونم بگیرم، پس همونطوری زیر رادیکال باقی میمونه. پس من فقط دارم رادیکال هامو ساده ترشون میکنم تا جایی که میشه ازشون جذر میگیرم. یا قسمت بعدی رادیکال 128 رو دارم. میگم 128 از ضرب چه عددی درست میشه؟ 2 تا 64 تا. پس میگم رادیکال 64 ضرب در رادیکال 2 رو دارم. ریشه سومشون رو میخوایم حساب کنیم، یعنی فرضیه 3 دارن. خب فرضیه رادیکال 64 با فرضیه 3 یعنی ریشه سوم 64 چقدر میشه؟ میشه عدد 4. 2 هم که همونطوری رادیکالی باقی میمونه. و قسمت آخر رادیکال 50 رو دارم. میگم 50 از 25 ضرب در 2 ساخته میشه. جذر 25 چقدر میشه؟ میشه 5. 2 هم که زیر رادیکال باقی میمونه. و اما آخرین مبحث این فصل جمع و تفریق رادیکال هاست. خب ما چه زمانی میتونیم رادیکال ها رو جمع و تفریق کنیم که رادیکال ها مشابه هم باشن؟ بگیم اگر عدد زیر رادیکال و فرضیه یکسان باشه اون وقت میتونیم بگیم رادیکال ها مشابه هستن. پس هم فرضیه یکسان میخوایم هم اعداد زیر رادیکال بعد یکسان باشه تا بهشون بگیم رادیکال های مشابه. که داخل این نکته هم بهمون باز گفته فقط رادیکال های مشابه میتونن با هم دیگه جمع و تفریق بشن. خب بریم سراغ مثالشون. گفته حاصل عبارت‌های زیر رو به دست بیارید. من جای تعداد اعداد رادیکالی دارم. خب میام رادیکال‌های مشابه رو پیدا می‌کنم. میبینم 5 رادیکال 2 پس 3 رادیکال 2 قسمت‌های رادیکالیشون مثل همه، پس شبیه همه. خب ضریب‌هاشون چیه؟ 5 و 3. خب 5 با 3 میشه 8. رادیکال هاشون هم که 2 هست میشه 8 رادیکال 2. یا دوتای بعدی هر دو رادیکال 5 دارن. میگم منفی 6 و منفی 3 هم علامتاً با هم جمع میشن منفی 9 رادیکال 5. خب از این ساده تر نمیشه دیگه. رادیکال 2 و رادیکال 5 شبیه هم نیستن، پس نمیتونم جمع و تفریق هم رو ادامه بدم. یا قسمت بعدی میبینم رادیکال ها اینجا 2 48 72 و 3 هستن. هر 4 تا رادیکال با هم متفاوتن. خب من یاد گرفتم رادیکال هایی که اعداد بزرگ زیرشونه میتونم ساده ترشون کنم. این 2 و 3 که ساده تر نمیشن، ولی رادیکال 48 رو میتونم به شکل حاصل ضرب 2 تا عدد بنویسم. میگم 48 از ضرب چی درست میشه؟ از 16 ضرب در 3 ساخته میشه، یعنی 3 تا 16 تا میشه 48 تا. خب جذر 16 چنده؟ 4. 3 هم زیر رادیکال باقی میمونه. یا رادیکال 72 رو دارم که یک بار هم حسابش کردیم. میگیم رادیکال 72 از ضرب 36 در 2 ساخته میشه. 2 تا 36 تا. جذر 36 چقدر میشه؟ میشه عدد 6. 2 هم زیر رادیکال باقی میمونه. پس دیگه به جای رادیکال 48 چی میذارم؟ 4 رادیکال 3 رو میذارم. پس شروع میکنم به جای گذاری کردن. میگم 2 رادیکال 2 خودش رو مینویسم، منهای 48 رو میذارم 4 رادیکال 3 منهای عدد 3 ضریب رادیکال 72 هست دیگه. پس باید توی جوابش ضرب بشه. پس میذارم 3 ضرب در به جای 72 6 رادیکال 2 رو داریم، بعد به اضافه 4 رادیکال 3. خب حالا که رادیکال های مشابه ساختیم شروع میکنیم به محاسبه کردن. خب اول از همه که میگم این 3 6 تا میشه چقدر؟ میشه 18 تا. علامتش هم که منفیه. خب 2 رادیکال 2 با
این منفی 18 رادیکال 2 میخواد حساب بشه، میگم 2 و منفی 18 هم علامت نیستن، از هم کمشون میکنیم میشه 16 تا علامت عدد بزرگ منفی 16 رادیکال 2. خب رادیکال 3 هامون مشابه همن، ببینم منفی 4 و مثبت 4 دارم. خب قرینه همن دیگه 4 و 4 از هم کم کنم میشه 0، پس اینا کلا با هم خط میخورن و جواب آخرم میشه منفی 16 رادیکال 2. خب اما دو تا قسمت بعدی این سوال داریم رادیکال 72 منهای رادیکال 32 به اضافه رادیکال 18. هر سه تا رادیکال متفاوتن. خب من یه بار حساب کردم رادیکال 72 از ضرب چی درست میشد؟ از 36 تا 2 تا ساخته میشد. جذر 36 میشد عدد 6، پس داریم 6 رادیکال 2، پس به جای 72 میذارم 6 رادیکال 2. خب منهای رادیکال 32 رو دارم. 32 از ضرب چی ساخته میشه؟ از ضرب 16 در 2 به وجود میاد. خب جذر 16 میشه عدد 4، میشه 4 رادیکال 2 و برای 18 چه ضربی رو میتونم استفاده کنم؟ 2 نوتا رو دارم، پس میگم 9 ضرب در 2 میشه 18 تا رادیکال 9 جوابش میشه 3. 2 هم زیر رادیکال باقی میمونه، پس میشه 3 رادیکال 2. برای هر کدوم جوابهای ساده شدهشون رو میذارم. خب به جای 32 4 رادیکال 2 رو میذاریم به اضافه به جای 18 3 رادیکال 2 رو می نویسیم. خب هر سه تا عدد رادیکال 2 رو دارن، پس با هم مشابه هستن. پس میگم 6 منهای 4 میشه 2 به اضافه 3 هم که میشه 5 رادیکال 2. و قسمت آخر دو تا عدد رادیکالی دارم، این دفعه با فرجه های 3. خب میگم رادیکال 16 رو بازترش میکنم، به شکل حاصل ضرب دو تا عدد می نویسم. میگم 16 از ضرب 2 تا 8 تا ساخته میشه. فرجه رادیکالاتون هم فراموش نکنین همون 3 رو باید دوباره بذاریم. خب ریشه سوم عدد 8 چی میشه؟ میشه 2. عدد 2 هم که زیر همون رادیکال باقی میمونه. یا دوباره 54 رو دارم، ریشه سومش رو میخوام حساب کنم. میگم از حاصل ضرب 27 در 2 ساخته میشه. فرجه رادیکال هامونم 3 هست. ریشه سوم 27 چی میشه؟ میشه عدد 3 رادیکال 2 هم که همونطوری باقی میمونه. پس میام جایگذاری میکنم، میگم رادیکال 16 شد 2 رادیکال 2 با فرجه 3. خب اینجا 2 داریم که بعد توی این ضرب بشه، میشه منهای 2 ضرب در چی؟ 3 رادیکال 2 با فرجه 3. خب حاصل ضرب 2 3 تا میشه چقدر؟ میشه 6 تا. پس میگم اینجا دارم در واقع 6 رادیکال 2 با فرجه 3. خب دیگه اینجا هر دو رادیکال با هم مشابه هستن. ضریب هاشون رو جمع و تفریق میکنم، میگم مثبت 2 و منفی 6 رو دارم، هم علامت نیستن باید از هم کم بشن، میشه منفی 4 رادیکال 2 با فرجه 3. خب اما آخرین مبحث این فصلمون گویا کردن مخرج کسره. خب ما دو تا حالت برای رادیکالا داریم، یا فرجه 2 دارن یا فرجه 3 دارن. اگر فرجه رادیکال 2 بود میگیم صورت و مخرج توی همون رادیکال مخرج ضرب میشن که اینجا 3 مورد با هم حل میکنیم. داریم 20 به روی رادیکال 2، پس من میام صورت و مخرج رو توی این رادیکال مخرج ضربش میکنم. ما داریم مخرج ها رو گویا میکنیم، یعنی اگر 20 هم بذاره زیر رادیکال ما کاری به رادیکال 20 نداریم، فقط رادیکال مخرج برامون مهمه. خب صورت و مخرج رو توی رادیکال 2 ضرب میکنم، میگم رادیکال 2 در رادیکال 2 ضرب بشه همون 2 رو میسازه. وقتی رادیکال های یکسان در هم ضرب میشن رادیکالشون از بین میره و عدد از زیر رادیکال میاد بیرون. 20 رو ضرب در رادیکال 2 کنم میشه 20 رادیکال 2. خب 20 با 2 میتونه ساده بشه، از 20 چی میمونه؟ 10 میمونه، پس دارم 10 رادیکال 2. یا دوباره قسمت بعدی 3 به روی 2 رادیکال 5 رو دارم. توی مخرج رادیکال من 5، 2 زیر رادیکال نیست، به 2 کاری ندارم، پس صورت و مخرج رو داخل چی ضرب میکنم؟ توی رادیکال 5 ضربش میکنم. خب میگم رادیکال 50 در هم ضرب بشن میشه همون عدد 5، یه ضریب 2 هم داشتیم، پس داریم 2 ضرب در 5 که حاصل میشه 10 تا. پس 3 ضرب در رادیکال 5 بشه میشه 3 رادیکال 5. خب قسمت بعدی به رادیکال مخرج دقت کنید، کسری رادیکال 2/3 رو داریم. من میتونم رادیکال 2 به روی رادیکال 3 رو از هم جدا کنم، به شکل 2 رادیکال بنویسم. صورت کسرم چیه؟ 4، بهش یه مخرج 1 میدم، مثل مخرج هم کسری بشه عدد. خب حالا اگر دور در دور نزدیک در نزدیک رو انجام بدیم، میگم 4 ضرب در رادیکال 3 میشه 4 رادیکال 3 و 1 ضرب در رادیکال 2 که میشه همون
رادیکال 2. حالا اگر نگاه کنم ببینم ساده تر شد و تنها رادیکالی که توی مخرج من هست چیه؟ رادیکال 2 هست. پس برای گویا کردنش کافیه صورت و مخرج رو توی همون رادیکال 2 ضرب کنم، نه برم توی رادیکال 2/3 ضربش کنم. خب رادیکال های مخرج در هم ضرب بشن چون یکسانن، 2 از زیر رادیکال میاد بیرون. خب رادیکال 3 در رادیکال 2 میتونه ضرب بشه، 3 دوتا میشه 6 تا دارم رادیکال 6. ضریبشون هم که عدد 4 بود. 4 میتونه با 2 ساده تر بشه، 4 تقسیم بر 2 میمونه ازش. پس در نهایت دارم 2 رادیکال 6. خب حالا بریم توضیح گویا کردن مخرج کسر برای رادیکال های فرجه 3 رو بخونیم. ما میگیم توی این حالت هم باز همون روش قبل رو انجام میدیم. خب با این تفاوت که چی؟ عدد زیر رادیکال در نهایت باید به توان 3 برسه تا بتونه با فرجه رادیکال ساده بشه و از زیر رادیکال بیرون بیاد. ما میگیم زمانی رادیکال های فرجه 3 جواب دارن که عدد زیرشون بتونه به توان 3 برسه و توان 3 و فرجه با هم دیگه ساده بشن. خب بیایم با هم دیگه گویا کردنشون رو ببینیم. اینجا 2 بر رادیکال 5 دارم، فرجه 3 داره رادیکال من. خب ما گفتیم دوباره توی همون رادیکال مخرج ضرب میکنیم اعدادمون رو، هم صورت هم مخرج رو، با این تفاوت که چی؟ وقتی در هم ضرب میشن اینها ما توان 3 برامون ساخته بشه. خب اینجا 5 ضرب در 5 میشه 5 به توان 2. من برای که توان 3 بسازم خب اینجا توان 1 داشته خودش توی حالت عادی. اگر به این چیزی که من نوشتم توان 2 بدم خودم، دیگه در هم که ضرب میشن 5 به توان 3 رو میسازه. خب وقتی 5 به توان 3 زیر رادیکال با فرجه 3 باشه، توان با فرجه ساده میشه و چی میاد بیرون؟ عدد 5 میاد بیرون از رادیکال. خب حالا 2 رو ضرب در این 5 به توان 2 کنیم میشه 2 رادیکال 5 به توان 2 با فرجه 3. خب ساده تر که نمیتونم بکنم صورت کسرم رو، فقط به جای 5 به توان 2 میتونم مثلا 25 رو بذارم. فرجه 3 ضریبش هم که عدد 2 بود. خب دوباره توی قسمت بعد دارم رادیکال 3/7 با فرجه 3. رادیکالی که توی مخرج من هست چیه؟ رادیکال 7 هست، فقط 3 توی صورته. با رادیکال های صورت ما کاری نداریم، فقط رادیکال مخرج مهمه. هر دو هم که فرجه 3 دارن. خب برای اینکه بیاد بیرون رادیکالی عدد 7 من نیاز داره توانش چند بشه؟ توانش 3 بشه. پس من باید صورت و مخرج رو داخل این رادیکال 7 با فرجه 3 ضربش بکنم، ولی بهش یه توان 2 هم میدم که وقتی این دوتا در هم ضرب میشن توانهاشون با هم جمع بشه و به عدد 3 برسه. پس میگم 7 به توان 1 در 7 به توان 2 میشه 7 به توان 3. خب فرجه رادیکالمون هم که 3 هست، میگیم این 3 با فرجه ساده میشه، 7 از زیر رادیکال بیرون میاد. خب رادیکال ها میتونم اینجا در هم ضرب کنم، میگم 7 به توان 2 همون چنده؟ همون 49 هست. پس میگم 3 ضرب در 49 میشه، چون هر دو فرجهشون یکسانه میتونن در هم ضرب بشن. فرجه رادیکال هم که 3 هست. حالا حاصل ضرب این رو چه به دست بیارم چه نیارم خیلی فرقی به حالمون نمیکنه. مهم اینه که مخرج کسرمون گویا شده. و آخرین قسمت ما توی رادیکال مخرج ضد به توان 2 رو داریم. پس کل عبارتمون رو داخل همین رادیکال ضد با فرجه 3 ضربش میکنیم. خب حالا اینجا توان 2 رو دیگه من نمیذارم. چرا نمیذارم؟ میگم خود صورت سوالم توان 2 رو داره. 2 با چند تا باید جمع بشه که بشه 3؟ با یکیه دیگه. پس زدم که توی همین حالت عادی مینویسم توان 1 رو داره. پس دیگه نیاز نیست من بهش توان 2 بدم، چون اگر توان 2 رو بذارم 2 با 2 میشه 4 تا، در صورتی که من توان 3 لازم دارم. پس میگم زد به توان 2 ضرب در زد میشه زد به توان 3. فرجه رادیکالمون هم که 3 هست، توان با فرجه ساده میشه و زد از زیر رادیکال میاد بیرون. خب صورت کسرمون هم ضرب میکنیم، 5 ضرب در رادیکال زد با فرجه 3 میشه. فقط به عنوان ضریب عدد 5 رو کنار رادیکال میذارم چون ساده تر نمیشه. این هم از آموزش کامل و جمع‌بندی فصل 4 ریاضی نهم. امیدوارم که خیلی خوب متوجه شده باشید. یادتون نره حتما این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید که اونا هم از این توضیحات استفاده کنن. اگر میخوایم به ویدیوهای بیشتر، سوالات بیشتر و فایل جزوه ها دسترسی داشته باشید، میتونید عضو کانال تلگرام و یوتیوب من هم بشید که لینک هر دو کانال رو در پایین همین ویدیو در قسمت توضیحات قرار دادم. تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.